ببینم چی کار داری میکنی؟ چرا خودتو مثل گچ کردی؟ برای اینکه من سیاهم، دوست دارم سفید بشم، ولی هر چی میگذره داره بدتر میشه. بچه‌ها روشن کردن پوستای سبزه یه قلق داره. بیا تا بهت بگم. در ابتدا از یک آبرسان استفاده میکنیم و بعد از اون از کانسیلر نارنجی کل پوست رو پوشش میدیم. این کار باعث میشه که کبودی پوست گرفته بشه قبل از اینکه بخوایم از کرم پودر استفاده کنیم. بعد از یک کرم پودر نخودی استفاده میکنیم و روی پوست بلند میکنیم. برای ایجاد روشنی های زیر چشم هم از کانسیلر نخودی استفاده میکنیم. نکته مهمی که باید رعایت بکنی اینه که برای پوستای سبزه به هیچ وجه از محصولاتی که توناژ سفید دارن نباید استفاده بشه. کرم پودر، کانسیلر، پودر بیک و پنکیک، هر 4 تا محصولی که استفاده میکنیم باید توناژ نخودی داشته باشه.